همدیاران عزیز اعضای گروه اندوگر و باغ امروز 5 ایولی سال 2022 می باشد و من بر شما نشان داده ایستادم خوشه انگور کشمش افسانه را. کشمش افسانه پخته رسید، حتی مویزک هم شده ایستاده است و من حاضر چشیدم این را. بسیار شیرین، بسیار با مزه و از خوردنش راحت میکنید. من حاضر گیرم دستم. بینید کشمش رو دیدید؟ من حالا که مویزک شده ایستاده است، دیدید؟ برای که از پختن گذشته ایستاده است. از من در دهانم میپرتویم، شما گوش کنید چی آواز دارد این. بسم الله الرحمن الرحیم. چنان شیرین، چنان به مزه، دانا ندارد، راحت جان. باور کنید ده. ممکن از این یک 20 نهال همین سال من برارم، زیاد نه، 20 نهال از این برارم. برای خواهشمندان من بسیار داده نمیتونم، 20 نهال برارم میتونم. من در زمین گوراندم، همینو اگر رشکی گیرن من به طلبگارها خواهشمندان پیشنهاد میکنم بعد در محیط یک کبر. انم خیلی کشمشی بینهایت به مزه گپ نیست. در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید.